الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعای اول هنگام بیدار شدن از خواب. الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. ترجمه دعا: الحمد ستایش لله برای الله الذي ذاتی است که احیانا زنده گردانید ما را، بعد ما اماتنا بعد از اینکه مرانیده بود، و الیه النشور و به سوی اوست بازگشت. این دعا در کتاب حدیث صحیح بخاری آمده است. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که بیدار می شدند از خواب این دعا را می خواندند. من و شما هم هنگامی که بیدار شدیم از خواب، قبل از این که با کسی حرف بزنیم و یا این که تلفن خود را به دست بگیریم، پیام های جدید آن را بخوانیم و یا تماس های به پاسخ آن را ببینیم، این دعا را بخوانیم. خواندن این دعا سپاسگزاری از الله متعال بابت سه نعمتی که برای من و شما عطا کرده است. اول، سپاسگزاری از الله متعال بابت این که من و شما سر خود را در بالشت گذاشتیم، خوابمان آمد و خواب کردیم. چون بعضی کسایی هستند که بیمار و مریض هستند، آرزو میکنند که یک لحظه خوابشان بیاید، به سبب مریضی که عاید آلشان شده است خوابشان نمیآید. دوم، سپاسگزاری از الله متعال بابت دوباره بیدار شدن از خواب. وقتی من و شما از خواب بیدار میشیم، یعنی الله متعال برای من و شما فرصت جدیدی بندگی و زندگی را عطا کرده است. بعضی کسایی هستند که وقتی خواب میکنند با همین خوابشان از دنیا میروند و فرصت جدیدی بندگی و زندگی را الله متعال برایشان نمیدهد. و سوم، سپاسگزاری از الله متعال بابت رفع ماندگی و خستگی من و شما، چون خواب سبب رفع خستگی و ماندگی انسان می شود. وقتی من و شما در وظیفه هستیم و یا کار میکنیم، وقتی خسته و مانده شدیم از طرف روز و یا از طرف شب خواب میکنیم، این خواب ما سبب رفع خستگی و ماندگی من و شما می شود. چنانچه الله متعال در سوره نبأ در آیه 9 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا نومکم سباتا. ترجمه آیه مبارکه: و جعلنا گردانیدیم ما نومکم خواب شما را، سباتا سبب آرامش. عزیزان دل، برای افزایش اطلاعات عمومیتان این صفحه و یا کانال را دنبال نمایید و این ویدیو را لایک نموده و کامنت دهید. در آخر این دعا را چندین بار میخوانم به خاطر یاد گرفتن. الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور.